سلام، سرخط خبرها از رادیوی آزادی. قرب روبل روسی باز هم پایان رفت. سیل خرابی آور ده‌ها منزل و زمین‌های کشت را در تاجیکستان خراب کرد. نظامیان روس و تاجیک در مرز با افغانستان تمرین را آغاز کردند و پرزیدنت سابق آمریکا گفت بیگناه است. بارش زیادی باران و آمدن سیل به بیش از 100 منزل ساکنان ناحیه 5 ضرر رسانده است. مقامات ولایت ختلان در صفحه خود در فیسبوک خبر دادند که در نتیجه باران سخت نیمه شب 3 اپریل به زیاده از 100 منزل استقامتی ساکنان دهه پختکار ناحیه 5 گیل و سیلابه در آمده ضرر اقتصادی رساند. همچنین ده‌ها گکتار زمین کشت در بارانگری روز 4 اپریل در فرخار زیر آب مانده است. یک دهقان از جماعت خوتن ناحیه فرخار با ارسال نواری از زمین‌های کشتی زیر آب مانده بر رادیو آزادی گفت که نزدیک به 40 گکتار زراعت و پالیزی‌هایش زیر آب مانده است. او گفت در این زمین‌ها گندم و تربوز و خربوز کشت کرده بود و حالا کاملا کشتزارش خراب شده است. این کشاورز گفت اگر حکومت کمک نکند ضرر برایشان جبران ناپذیر خواهد بود. در پی بارانگری‌های یک هفته اخیر راه و پل‌ها و زمین‌های کشت در تاجیکستان خراب شدند. نظامیان روسیه و تاجیکستان در تمرینگاه حرب میدان ختلان 20 کیلومتر دورتر از مرز افغانستان تمرین نظامی را آغاز کردند. مقامات روسیه روز 5 اپریل خبر دادند که این تمرین نظامی تا 7 اپریل ادامه خواهد کرد. در این مشق بیش از 300 نظامی روس و سربازان تاجیک استفاده از سلاح‌های مختلف را تمرین و محافظت از سلاح‌های بیولوژی و کیمیایی را تجربه می‌کنند. مشق‌های نظامی روسیه پس از حمله بی‌دلیل به اوکراین در تاجیکستان کاهش یافت. در گذشته زود در تاجیکستان نظامیان روس با همتایان تاجیک خود مشق انجام می‌دادند. گزارش‌های نیز نشر شد که روسیه بیشتر نظامیان خود در تاجیکستان را به جنگ اوکراین جلب کرده است و تعدادشان در این کشور به مراتب کم شده است. قبلا از حضور 7000 نظامی روسیه در 2 پایگاه در تاجیکستان صحبت می‌شد. حالا تعداد نظامیان روس در این کشور معلوم نیست. و خبری از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا 34 اتهام ساخته‌کاری در معاملات تجارتی را رد کرد. او با پرداخت پول غیر قانونی به یک هنرپیشه فیلم‌های پورنوگرافی هم متهم می شود. دادستان‌ها میگویند که دونالد ترامپ با این زن رابطه محرمانه داشته است و قبل از انتخابات سال 2016 به او حق سکوت داده است تا در این باره لب نگشاید. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری امریکاست که به جنایت متهم می شود. تاد بلنش وکیل دفاع ترامپ به خبرنگاران گفت که ثابت میکنند که رئیس جمهوری سابق گناهکار نیست. جزئیات بیشتر را در برنامه خبری هم داریم که شام امروز تقدیم می شود. طالبان در افغانستان میگویند که شب 3 اپریل در یک عملیات در ولایت بلخ 6 عضو حلقه خراسان گروه دولت اسلامی را کشتند. محمد آصف وزیر سخنگوی طالبان روز 4 اپریل گفت که به 6 داعشی در یک پناهگاهشان در ناحیه نهر شاهی حمله کردند. حلقه خراسانی داعش که از زادگان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان عبارتند، بعد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به یک رقیب آنها در این همسایه کشور تاجیکستان تبدیل یافتند. ماه مارس امسال یکی از مرگ طلبان این گروه والی طالبان در بلخ و 3 نفر دیگر را کشته بود. گروهی از ساکنان دوشنبه که از حکومت شهر برای صاحب شدن به منزل‌هایشان از یک شرکت ساختمانی دادخواهی کرده بودند ناامید شدند. رئیس این شرکت ساختمانی را که ساختن خانه نو به این گروه ساکنان را آغاز کرده بود 11 سال زندان کردند. حکومت شهر دوشنبه به ساکنان وعده داده بود که مسئله را حل می‌کند، ولی با گذشت سالها هنوز ساکنان صاحب خانه نشدند. در این باره گزارش داریم که آن را در برنامه اخبار آزادی ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه تماشا کنید. و در پایان برنامه نگاه به قرب سامانی در برابر اسعار خارجی. بانک ملی تاجیکستان برای روز 5 اپریل قرب 1000 روبل روسی را
138 سامانی مقرر کرد که نسبت به اول هفته 3 سامانی پایانتر شده است. این بانک قربی 1 دلار آمریکایی رو 10 سامانی و 91 درم و 1 یورو رو 11 سامانی و 96 درم مقرر کرده است. ممکن است پول شما را در بانک‌های تجارتی با قربی دیگری عوض کنند. برنامه به پایان رسید و شما را ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. خدا نگهدار.